درود دوستان عزیز و گرامی، امیدوارم که همیشه خوب، خوش، سلامت و موفق باشید. دوستان عزیز، یک حدیث براتون داریم از ادرار پیغمبر اسلام. بریم و ببینیم که پیغمبر اسلام در کجا ادرار میکرده. خب دوستان عزیز، در اینجا میبینی که islamvirtue.com یک سایت اسلامی است. Benefit of drinking the blessed urine of our holy prophet. فواید نوشیدن به اصطلاح ادرار پیغمبر اسلام. بسم الله براتون گفته، میگه no other person in history has had so many blessings bestowed on him such as were bestowed by Allah on our prophet Muhammad. میگه هیچ کسی در تاریخ وجود نداشته باشه که برکت به او داده شده باشه جز پیغمبر اسلام. If the kuffar were aware of even a tiny fraction of them, میگه اگر کافرهای حتی یک ذره از او را متوجه میشدن، they would abandon their stubbornness and embrace Islam wholeheartedly. میگه اگر نه کم از این متوجه میشدن